سلام بچه ها، خوش اومدید به ویدیو دیگه از چنل خودتون. تو این ویدیو اومدم بهتون آموزش اینو بدم که چطور چاکرای اولتون رو فعال کنید. بعد این یه سری ویدیو است. تو این ویدیو آموزش میدم که چطور چاکرای اولتون رو فعال کنید. تو ویدیو بعدی چاکرای اول و دوم و سوم رو با هم، و تو ویدیو بعدیش چاکرای چهارم و پنجم، و تو ویدیو بعد آخرش هم چاکرای ششم و هفتم. این ویدیو به خاطر این درست شده که شما بفهمید چاکراتون رو چطور فعال کنید. حالا این ویدیو 3 تا تمرین بهتون میگم، 2 تاش تمرینه و آخریش یه چیزی که باید مصرف، که این باعث میشه که چاکراتون فعال بشه. برای اینکه چاکرای اولتون فعال بشه، یکی از تمرینایی که خوبه اینه که تو طبیعت با پای برهنه راه برید، کفشاتون رو در بیارید و توی طبیعت قدم بزنید. این یه تمرینه که خوبه براش، اینکه چاکرای اولتون فعال بشه، یعنی چاکرای ریشه. و برای اینکه چاکرای دومتون فعال بشه، برای تمرین دوم یوگا و مدیتیشنی با موزیکایی که باعث میشه چاکرای اولتون فعال بشه. یوگا و مدیتیشن که تمریناش تو، اگه دوست داشتید بگید تو کامنت ها که خودم هم بذارم تمریناتشو، ولی تمریناتش تو اینترنت هست. یوگا و مدیتیشنی که فعال. و سومین که یه چیزی میخوای مصرف کنید، یا گل میخک که در دسترس کمتر است، یا گل میخک رو بو بکشید، یا از عطر میخک استفاده کنید و به بدنتون بزنید و خودتون بو بکشید. و گل میخک باعث میشه که تحریک بشه چاکرای اولتون و فعال بشه. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.